از جمله کارهایی که شیاطین میکنن ایجاد تردید در باورهای دینی مایه. نگاه کنین، عقاید و باورها اساس زندگی یک انسانه. هر کس به هر چی که عقیده داره و باور داره رفتارهایشم بر امو اساس تنظیم میشه، جهتگیری هایشم بر همو اساس تنظیم میشه. هرچی که انسان باور داشته باشه. اگر ما باور داریم، مثلا یک نفر فرض میگیریم باور داره بری که در این دنیا کسی نیه، ما مثل موجودات دیگه حیوانات مثلا چطور ما هم همینطور آمدیم بر روی زمین چند روز زندگی میکنیم بعد میفتیم میموریم میریم دنبال کار خود. اگر این شخص با این باور زندگی کنه، اولا زندگی برایش پوچ میشه. خب چرا دیگه؟ چرا اینقدر تلاش کنیم؟ 60 70 یا 80 سال زندگی میکنیم میفتیم میموریم خلاص دیگه رفتیم. تلاش برای چی بکنیم؟ ثانیاً دست به کار خیر دیگه نمیزنه ای آدم. خب چرا کار خیر بکنه؟ دلیل میخواه دیگه. کار خیر برای چی بکنه؟ میفهمه که 60 سال بعد میفته میموره میره دنبال کار خود. این کار خیر به درد کی خورد؟ مثلا فرض میگیریم از باب مثال یک شفاخانه آباد کنه، اونا که عقیده به مسجد نداشته باشه، یک شفاخانه آباد کنه، یک سرک درست کنه، یک پل درست کنه، و چی به درد این میخوره؟ 60 70 سال بعد میفته میموره میره دنبال کار خود. چرا این خرچار بکنیم؟ زندگی برایشان پوچ میشه. شما تو زیاد خبر ندارین مردمی که از اروپا می آیا یا از امریکا می آیا، مثلا اینجی فقط از خوراک ها میگن و از منظره های خوب میگن و از پوشیدنی های خوب میگن و از این چیزها برای شما میگن، ولی من که خیشان میشونم بعد دیگه چیزها پرسان میکنم. و مطالعه هم که داریم در مورد جهان غرب همیه که مردم در یک پوچی به سر میبرن، احساس پوچی میکنن. ما پوچ چی به درد میخوره؟ این زندگی فایده ایزی چیه؟ به می خاطره که بسیاری ها دست به خودکشی میزنن. چرا؟ دلیلش اونمو یک نکته، چون اعتقاد داره که این دنیای او خلاص، دنیای دیگه وجود نداره، خدای وجود نداره. اما او کسی که معتقده که این دنیا خدا داره و این خدا 24 ساعت این جهان مدیریت میکنه، زیر نظرشیه. علاوه بر این خدا خیلی حکیمه، یعنی کار بیهوده، حرف بیهوده از او صادر نمیشه. عالمم که عالمه، به سر و به ظاهر انسان ها عالمه، قدرتم داره، هرچی به وسش پوره، دلسوزی به کل موجودات خودم هست، به کل مخلوقاتم دلسوزه. وقتی ما عقیده داشته باشم که این چنین خدای وجود داره، خب اولین به اصطلاح اثری که در مداره امیده. میگم خب هر کار بکنم اونجا گم نمیشه، هر کار بکنم پیش خدا گم نمیشه. امروز نه صبح پاداش مر میده. حال بعضی یار به می دنیا میده پاداششن، بعضی یارم به او دنیا میده، چون پاداش بزرگه به این دنیا داده نمیشه. مثلا فرض میگیریم شما به امام حسین به این دنیا چی میده؟ به این دنیا نمیشه بس چیزی بدی، چیزی نه به این دنیا که در شان امام حسین باشه. لہذا پاداش بزرگی که در اون دنیا برایشه. متوجه شده؟ وقتی که من معتقدم که کسی هست که اعمال مر میبینه و کسی هست که اعمال مر پاداش میده، عقیده به ای دارم
خب دستم برای کار خیرم نمیلرزه. اگر به یک فقیر و بیچاره کمک میکنم مطمئنم که صبح دست من میگیره یک جای، خدا میبینه و ایر کمک میکنه، با خاطر جمع کار میکنه. یعنی کل زندگی برای ما معنا پیدا میکنه. هر کاری که میکنم میفهمم که بیجا نمیشه در جهان. یک سر سوزن فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یک ذره مثقال عمل خیر بکنی گم نمیشه در دنیا، روز محشر همه رو میبینی. یک ذره مثقال عمل شر بکنی هم گم نمیشه، روز محشر سر رایت میه. خب اگر ما عقیده به خدا داشته باشم به این شکل، عقیده به این داشته باشم که این قرآن کتاب از جانب خداه، چون خدا خودش خالق کل ای جهانه و میفهمه که برای ما چی رقم نسخه روان کنه. کامل ترین نسخه برای سعادت ما همین قرآنه. اگر ما ایمان به قرآن داشته باشم خب همین نسخه رو بروی خود میمانم، گام به گام خیش پیش میرم، گام به گام خیمی پیش میرم. مثل که مثلا فرض میگیریم شما از باب مثال میخواین برن اصفهان، مثلا اصفهان هم به عمر ندیدی، اینجی به قندار از یک نفر ادرس میگیری، او هم برایت ادرس میده، مثلا خیابان فلان، کوچه فلان، نمیفهم بنبست اول یا دوم، پلاک مثلا 32. تو همین ادرس به دست توی مستقیم امونجی میری، گام به گام با همین ادرس داری میری. قرآن ادرسه، ادرسه که خدا داده برای رسیدن به کمال. البعضی هم میگه ادرس بهشته. نه، بهشت یک چیزی پایین تره. انسان به مراتب میرسه، به جای میرسه که بهشت اصلا هیچ چی نیه. بهشت اصلا هیچ چی نیه. در قرآن ما شما داره میگه آیه شریفه، میگه که دوزخیار به طرف دوزخ کش میکنن. خب این خب معلومه که دوزخیه، دلش هم نمیخواد دوزخ برو، باید ترکش کنه. ادامهش میفرماید بهشتیار به طرف بهشت کش میدن. این آدم یک وقت که روایتار برو ببینه یکم متوجه میشه که خو این دیگه بهشتیار برای چی کش میدن. بهشتیار خودشان به شوق باید طرف بهشت بد دوان دیگه، این برای چی کش بده. در روایت داریم میگه وقتی که چشمت در دنیا به جمال امام حسین علیه السلام مفته دیگه نمیتونی دل بکنی، لحاظا به زور نار کش میده به طرف بهشت میبره. بکنه نعمت های بالاتر از بهشت است. مقصد اونجی لذت دیدار امام حسین خیلی بالاتر از بهشته. امثال اینا مثلا دیگه چیزایی که در قرآن آمده. به هر ترتیب وقتی کسی معتقد باشه که این چنین جهان وجود داره که مثلا تمام اعمال ما پاسخ داده میشه و کارایش هم مفهوم پیدا میکنه، زندگی برایش مفهوم پیدا میکنه، دیگه احساس پوچی نمیکنه. خب ما چی میخوایم بگویم؟ ما میخوایم بگویم که همین باورهایی که تو داری، همین باورها ما را آرام نگاه کرده. حال ما و شما در این کشوری که هستیم اطور یک مسلمانای ششته و رفته نیم. خوب که به خود سیل میکنیم میبینیم بسیار کارهای ما ناسحیه. کسب و کاسبی ما، عروسی های ما، شیرینی های ما، فاتحه ما چندان به اسلام برابر نیه. ولی امی اعتقاد که داریم که خدا هست، باور داریم که خدا هست، قیامت هست، هیچ کار گم نمیشه، یک آرامش به ما داده. این مصیبت هایی که به این کشور می آیا به هر کشور دیگه از کشورهای غربی چاریا که این مصیبت ها برسه
مردم بدون تک و بدون زدن سکته میکنن. امیاله که هیچ گف نیه، با تمام سال با کشورایشان یک تکشون افته نمیشه. با سوادم کلش با سواد، مثلا امکانات هم دیگه امطور امکانات برایشان ریخته که بهشت برای خود درست کردن. چقدر خودکشی میکنن، چقدر با مریضیای عصبی و روانی گرفتار میشن. صحیح کنین؟ چرا؟ دلیلش اینه که این اعتقادی که ما و تو داریم، این اعتقاد اونا نداره. خب شیطان یکی از کارهایی که میخواه بکنه، همین اعتقاد تو از تو میگیره. همین اعتقاد تو درش تردید ایجاد میکنه، شک ایجاد میکنه. همین حالا شما نمیفهم دیگه، سر و کار دارن ندارن، با اینترنت میبینی که چی چیزای درست شده. قرآن میگه این قرآن که از بسیاریش حرف خدا نیه، خوایی که پیغمبر دیده یا به دلش یک چیز خوب آمده گفته امین نوشته کن. خب اگر قرآن ما و تو به این اعتقاد برسیم که این قرآن کلام خدا نیه، امیال ما و شما عقیده داره، من مگیم که قرآن کلام خدایه، دل من بهش جمع، مطمئنیم که اگر به می قرآن عمل کنیم دنیا و آخرت ما خوب میشه. یه عقیده مگیم و شما ہے، ولی که عمل نمی کنیم و جدا گفه، ولی این اعتقاد داره من مگی که اگر به قرآن عمل کنیم دنیا و آخرت ما درست میشه. اما اگر این شک در دلت ایجاد شد که اوه خوب نکن از راستی حرفای خدا نباشه اینا، صحیح شد؟ وقتی این شک در دلت ایجاد شد دیگه به قرآن اعتماد نمی کنی. در مورد پیغمبر میبینی چقدر شبهه درست کردن، اینترنت میری میبینی پره. وقتی اینا را یک جوان مسلمان میبینه خب چی کار کنه؟ همین 2-3 روز پیش آمده بودن چند نفر پیش من که این استاد مایا با ما گفته که زیارت عاشورا سند نداره، یک چیزی سختگیه، دعای ندبه یک چیزی سختگیه، دعای سمات یک چیزی سختگیه. حضرت علی اصغر در کربلا نبوده، رقیه یک چیز دروغه، ناقی درست شده. خوب این جوانه مثلا فرض میگیریم 17-18 ساله، ای حالا برو و تحقیق کنه که علی اصغر در کربلا بوده یا نبوده. اصلا میتونه تحقیق کنه؟ صحیح کنه؟ کتاب های منبع اکثرش به عربیه، امی جوان میتونه برو مطالعه کنه؟ تازه اگر بخواه مطالعه کنه چند تر مطالعه کنه؟ درباره علی اصغر برو و تحقیق کنه، درباره زیارت عاشورا برو و تحقیق کنه، درباره دعای ندبه برو و تحقیق کنه، درباره دعای سمات برو و تحقیق کنه. چی میشه دیگه؟ حوصله‌اش نداره، نمیتونه، بوسشم پورا نیه، بوسشم پورا نیه. آمده بودن گفتن اعتقاد ما به کلی به دین و به مذهب سست شده، چیکار کنیم؟ راه نشان بده، راه نشان بده. اتفاقا ما گفتم بحث ما اینمیه، همین جمعه بحث ما همیه که در آخر الزمان یکی از کارهایی که شیاطین به دقت انجام میدن و بسیارم دنبالشین ایجاد تردید و شک در باورهای دینی مردمه. چون اگر در باورهای دینی شک پیدا شد دیگه آرامش از پیشت میگیره.